همه جایهای میرفتگیشان رو دیدیم. چه خیل؟ جای دیگر نیست همین خیل. اگر لازم باشد با پلیس خبر میدهیم. این طور آرام نمیایستیم. با نزد پلیس رفته نمیتوانیم. اگر رویم زود با خبر میشوند. با تمامی جایهای میدونسته هم رفتیم. تمام شد؟ در حقیقت دیگر یگان جای نیست. با تقدیرت تنده میگویی. باز یک فرصت دیگر داریم. کلیچ فکر میکرد که در بین ما جاسوسی هست. برای همین جایهای نو را جستجو میکرد. خیر، این خیل باشد تمام. رفته آنجا را هم میبینیم. یگان تای ما آنجایی را نمیدونیم. آنجایی را مخفی نگاه میداشت. جانان خواطر نشم. با تو وعده میدهم که علاج میکنم و آنجایی ها را پیدا میکنم. انشالله. سخت ترسیدم جناب. گمان کردم که مرا میکشند. هیچ کار کردن نتوانستم. خدا نگهبانت خواهرم. آرام شو دخترم. ما آمدیم، نترس، به تو ضرر نمیرسانم. جناب، این آدمان چی میخواهند؟ چی میخواهند آنها؟ خواهششون معلوم است درویش. معلوم، اما خدا خواهد به مقصدشون نمیرسند. تو چه صورت میگیری ها؟ نمیبینی که هر دو بالا پوچ سیاه پوشیدن؟ خودت نمیبینی؟ من دلگیر شدم این گید. برای گپ زناندن او راه دیگری ثمره بخش است. جناب، اگر عذاب سخت دهیم این جوان توب نآورده میمیرد. عذاب سخت؟ با او مایه عجم می نشانی میگید. مایه عجم؟ بله، مایه عجم. این نوشاک سیستم عصب را زود خراب می کند و سیرهای داشتش را زود فاش می کند. کار 10 دقیقه دوام می کند. یافته توانستی؟ التماس به من خبرهای خوش بده. بله، خبری خوش دارم. سروغای 3 جای نو رو پیدا کردم و زود آن جایها رو رفته میبینم. مرا هم بگیر، من هم میروم. جانان، به این هم به قدر کافی حیاتت رو به خطر گذاشتم. اپا، مگر من حیات دارم؟ نخود نفهمی. آخر من در اینجا ایستاده نمیتوانم. التماس. این طور باشد تیار شو. پس از 10 دقیقه به نزدت میآیم جانان. فهمو. انتظارم. جناب، این دارو حالا در سنجش است و چه تاثیرهای علاوگی دارد هنوز نمیدانیم. بسیار خوب. آخر در دستمان 1 تا مشت داریم و ما باشیم میسنجیم. شاید فایده اش رسد. وقتی که من آمدم این جوان باید مانندی بلبل سراید. گوش کنید. در اینجا بودن ما را کسی نمیداند و چیزی که شود به من خبر دهید. برای به تماس برآمدن خط 22 را استفاده کنید. فهمیدید؟ خوب شده است جناب. این را بگیر. نباید این خیل شود. من باید تو رو از اینجا برارم دادرم. اما چی خیل؟ چی خیل؟
جانم این خیل به آخر نمیرسد. تا سحر فکر کردم، گفته هایت عصبم را خراب کرد. ایاز گفتن هایت از گوشم دور نمیشد. ای دستم را سرده. این چنین قرار دادم که تو خواهی یا نخواهی هم، دوست داری یا نداری هم، با من آیله دار میشوی. تا دمی که با من آیله دار هستی، در هر نفسی گرفته تو را عذاب میدیم. عذاب. تو چی سفسطه میگویی؟ دستم را سرده. من تو را دوست داشتم، لیکن تو باشی مرا به خاک گور کردی. با آن گور همراه میدرایم. به تو وعده میدهم حالا باشد به کجایی که خواهی برو. رو آخر جایی برگشتنت قبرمون می شود. خواطر نشو. خوب هستی؟ او با تو چی گفت؟ هیچ چیز نگفته پا. التماس زودتر رویم. چه شد بشیر؟ فرستادید؟ بله خانم. چه خیلی که گفتید مکتوب به نام به تحسین فرستاده شد. امیدوارم که یگان معما نمی شود. اگر آن مکتوب به تحسین کلاغلو دسترس نشود. با تحسین کلاغلو مکتوب آوردم. و من دهید. نه خواهش کردن که به خودشان رسونم. جناب تحسین اولو در مجلسند. مجلس دیر دوام میکند. هنگام تمام شدن مجلس من خودم به او میدهم. خدایا توبه که فرستاده است نامعین است. بس است. حالا من کار دارم. بهتر توضیح میکنی. بیار رز. حالا دم گیر. بعدتر لازمت می شود. گوش کنید. قماندان کلیچ امر کرده است که کسی به این شخص نرسد. خدایا توبه. لفافه را فراموش کردم. البته انسان فراموش خاطر است. فراموش کرده است.
مردم در عذاب است جناب و برای گرفتن خانه ها آنها را با زوری تهدید میکنند. از این برمیآید که اینها اوباش هستند. بله، در محله همه شکایت میکنند و از شما یاری طلب میکنند. فهمو درویش، من حتما با این مشغول میشم. مرا ببخشید جناب. تمام دخترم، گذشت، غمگین نشو. جناب عذر میخوام، عذر زیاد. حالا زود تازه میکنم. مایلش. عذر میخوام. هیچ گم نیست درویش. از این میبراید که مایه عجم همین است. اگر این درست باشد سایه را به نزد آفتاب میبراریم. احتیاط شو که حالا در زینه سنجش است. حیوانایی که این را نوشیدن یا مردند یا اینکه نقصان دائمی گرفتند. برای همین از 20 میلی لیتر زیاد نده. میدونی آرکچی، من پروایی ندارم. خواه پای سیوم برارد، خواه دستی چهارم، اما خواهشی من باید اجرا شود. به این هم سگ را میپرانم. پای سیوم و دستی چهارم و این هیچ وقت نداری کلیچ پاشا. اگر تحسین یگان حجت را فاش کند، آن وقت تو با دست و پای داشته پدرود میگویی و این سرت هم داخل است. از این عملیات غیر پرویز تنها شما آگاهی داشتید. حالا به من فهمانید این چی شرمندگی است؟ از همش خبر دارد؟ با شرافتی من نه، ولی می توانست آگاه شود. برای این به همه کار آماده هستم؟ خیر، او کیست؟ این را هم به زحمت یابید. اگر خواهید که همکاری من با پرویز ادامه یابد، آن زحمت کمی زیاد شود. بلا زند. درگیر زودتر. هجوم میکنن میگرزیم. قماندان با ما هجوم کردن. کی بگو چند نفرن؟ نمیدونم. روباتو جواب ده.
ای سایه ی حیوان، جیگرت را میکنم، جیگرت را. در اینجا هم نیستند. نه، باز دو جای دیگر است. یکی در شمال است و دیگر در جنگل بینم است. یکی رو باید انتخاب کنیم. من نمیدونم اپا، نمیخوام که با سبب من با ایاز یگان چیز شود. تو انتخاب کن التماس. به شمال میرویم. رفتیم. ایاز دادرم خوب هستی؟ چی گفت شده باشه؟ اکا خوب هستی؟ خوبم ایاز. شیر بچه صبر کن، کم تو رو از اینجا میبرورم. گلسوم، من تو رو انتظار بودم. در کجا بودی؟ جناب در آشخانه بعضی کمبودی ها بودن، آنها رو گرفتم. دخترم تو برای چی میروی؟ درویش رو میفرستادیم. هیچ گپ نیست. چیزهایت رو گذار و به حجره بیا، با تو گپ دارم. بیا دخترم بیا، اینجا بشین. کارهای دیروز شده مرا ناراحت کرد. من بعد تو امانت من به حساب میروی. برای همین در اینجا ایستادنت را مناسب نمیدانم. جناب شما برای من اینقدر زحمت کشیدید، نه خود من اینجا ایستم. نه این خیل نمیشود. من از تو خواطر میشوم. تو را با خانه تامین میکنم. خدا از شما راضی باشد. درتان رو سوی من باز کردید. باز به بوسیدنی دست شروع کردی گلسوم؟ در خانه من نه. انا بین صاحب خانه هم آمد. مرحمت، خوش آمدید. خوش باش پسرم. خوش باش. سلام. من بعد با دخترمان بیاز همراه زندگی میکنی. شناس شوید. بیاز گلسوم. سلام. یگی در اینجا چه شد؟ یگی با تو سوال دادم، در اینجا چی شده؟ جناب به ما حمله کردند. آخر کسی در اینجا بودنمون رو نمیداند. کی به شما حمله کرد؟ سیمایش رو ندیدم، همش ناگهان شد. با کجا رفت؟ با کدام طرف رفت؟ نمیدانم.
شاید آمدن شما را دیده گریخته باشند. این همان است که طریق تلفنی به سیما را مسخره کرد. این همان بیناموس است. او در همین جاست. در همین جاست. حس میکنم در همین جاست. حیوان! تو در کجایی؟ مگر برای دیدن رویم جسارت نداری؟ برا بپشم، برا! بیاز دخترم، اما که صراف گفته است اما قبول نکرده ای. چیزی بسیار نیست، لیکن از تو التماس میکنم این رو بگیر. اوه نه، التماس یک روی نکنید. و هم من خوب میدانم که عذاب یتیمی چیست و باز برای من یک دوگانه پیدا شد. این بد است. میلش، اما میخوام به من وعده دهی که هنگامی در کار شدن یگان چیز یکم به نزد من میوی. فهمه؟ خوب وعده میدهم. گلسوم امروز به تو اجازت. چیزهایت را جمع کن، درویش تو را به خانه نود میبرد. هرچی شما فرمایید جناب. مبارک شود. بالای میز بذار. میفرمایم تو را بیمارخانه برم. نه من خوبم جناب، من خوبم. اگر اجازه دهید میخواهم که در اینجا ایستم. نمی شود. آخر تو آدمی قدردانی من هستی. بیمارخانه رو. هرگز از 20 میلی لیتر زیاد نده. باوری داری که همین جا سپه؟ بله، به جای درست آمدیم. اما در اینجا یگان چیز نیست. من دیوانه میشوم. آخران تنها یک جنگل بی نمانده است. ایاز باید در آنجا باشد. اگر دیر کرده باشیم چی؟ رفتیم. وقتی بسیار نداریم جنون. بیا. بیدا. جناب از این کار رو کردن امین هستید؟ اگر فایده نکند و از گپ زدن ماند چی می شود؟ به غیر از سنجیدن دیگر چاره نداری میگید جان. از پیشم یک طرفی است. آستینش را بالا کنید. محکم دارید. آدم بر این دارید وگرنه در شما میسنجم. نمیدونم گفتم که چند باری دیگر گویم بهترش مرا پران. ذره ترس ندارم. مرا پران آخر. مرده گپ نمیزنه. فهمیدی؟ وقتی که این مایه به خونت گذشت به مانند بلبل میسرایی، داد زنان میگویی، آن وقت کسی تو را داشته نمیتواند. این کار رو نکن. بهترش پران. محکم دارید. مرا پران. پران گفتم.
ноумед нашав ҷонон, дар вақташ мерасем. иншоллоҳ. худоё ба ӯ ёрӣ деҳ. илтиҷо мекунам ёрӣ деҳ. یا معیار دارو را زیادتر کردیم چی؟ چی میگویی گید؟ این دیوانه را بردارید زود. شالو تو به خود آمدی؟ ها؟ الو جوانی بدبخت به خود آمدی؟ بسیار خوب. خوش مرا شناختی؟ التماس ایاز گپ نزن. التجا میکنم گپ نزن. من کیستم؟ کلیچ. بگو. دان. دیدی یگید فایده کرد. معلوم است که این جوان تا گپ نزند نمیمیرد. او را زود بیمارخانه برید. زود. بسیار خوب. باز این به سرمان آمد. خلاص تو در همین جا میستی. اونقدر هم کلانه ولی یک بلا میکنیم. این خیل نگویید. حجره زیباست. خدا از شما راضی باشد. خدا از تو هم راضی باشد. بیا اکنون تو کمی استراحت کن. من به مغازه رفته می آیم. چند روز باز در خانه نیستم. خوراک هم نیست. فهمو. ای اکنون بگو جناب ایاز، حجت ها را به تحسین کلاغلو کی داده است؟ بگو حجت ها را به تحسین کی داده است؟ نه حیفان گپ زن. حجت ها را به تحسین کی داد؟ بگو بگو. چی شد؟ من در کجایم؟ ایاز در کجاست؟ در جای بی خطر است. شاید به مانند بلبل به سراییدن شروع کرده باشد. اکم. اکات؟ اکم داد. اکات کیست حیوان؟ چیکار میکنی؟ سرده مرو! چیکار میکنی؟ سرده مرو! حیوان آخه تو بیکس بودی؟ چقلقه؟ بگو زود دارو را بیاره. بسیارتر سوزان دارو میزنیم. اکات کیست لامدی؟ بگو اکایی تو کیست؟ دارو را بیار. بمانده انا زود باشه ایاز، زودتر.
اکنون به من نام اکات را بگو. بگو. شعری من اکای فرهاد. اکای فرهاد. فرهاد کیست حیوان؟ اکات فرهاد کیست؟ بکشم تو را خائن. خائن اساسی تو هستی به ناموس. مایلش این طور که باشد از اول سر میکنیم. فهمم. به چشمانم نگاه کن. نگاه کرده بگو تو کیستی؟ نام و نسبت را بگو. ایاز گونیال. چه خیل ایاز گونیال؟ مگر تو با من نغمه میکنی؟ مگر نامی تو ایاز نسبت شنگول نیست؟ نه این خیل نیست. من ایاز گونیالم. من پسری آن شخصی کشتت حمزه گونیال. حمزه چیکار حمزه ها؟ گبزن تو را میکشم خائن. این چگونه نیرنگ است ها؟ حمزه کیست؟ بگو. حمزه گونیالی کرسی راننده ماشینی بارکش. تو را کشتی. تیله ها را گرفتی. تو را کشتی. تو مردی. تو مردی. تو با من بازی میکنی حیوان. تو مردی. تو زنده نیستی. مردی. تو مردی حیوان. من همتون را نابود کردم. مردی. شما مردید حیوان ها. مردید حیوان ها. من نمردم. اکام هم نمرده است. تا جانی تو را نگیریم ما نمیمیریم. ایاز گونه حمزه. دارو بیار. بسیارتر دارو بیار. بسیارتر سوزن دارو میزنیم. اگر پسری حمزه باشد نزد حلدون چی کار میکند؟
هالدون با تو چی کار داره؟ هالدون از پشت من کارت زد. هالدون مرا از پشت کارت زد. اکنون بگو اکای تو کیست؟ در کجاست؟ اون فلاکت در کجاست؟ بگو در کجاست؟ در برات است. حالا با تو است. کدامی از شما؟ فرهاد است. بگو همین است؟ گاب زن ایاز. فرهاد همین است؟ همین است؟ ببین اکد همین است؟ ایاز بگو اکد همین است یا اینکه این طرف بیا؟ همین است؟ کدامشون؟ اینجا بیا. ایست. اکد همین است؟ همین است؟ بگو. اکا دارم. اکای فرهاد به جایت گذر. به من بگو حجت ها را به تحسین کلاغلو اکد فرهاد داد؟ بگو زود حجت ها را اکد فرهاد داد؟ چیزی نگو دارم. گپ نزن. اگر گپ زنی تو گل و هممون رو میکشند. گپ نزن ایاز. گپ نزن. حجت ها را کی داد؟ اکد فرهاد داد؟ بله اکا هم داد. اکا هم فرهاد داد. از آن حجت ها بسیار دارد. این حیوان میمورد. گپ زن پیش از مردنت بگو گپ زن. اکد باز در دستش حجت دارد؟ بسیار، خیلی بسیار. حیوان. یک فرهاد را پیدا کرده نمیتوانیم. باز به سرمان فرهاد برآمد. این فرهاد کیست؟ با پرویز رسان. نقشه من که در خانه تحسین جا گرفتنی بودم برباد رفت. تحسین مرا در یکی از دههای اطراف جایگیر کرد. یگان علاج کرده از آن خانه خلاص شد. میدانم. به زودی این مسئله رو حل میکنم. باید چند روز طاقت کنم. باید از من کسی شبهه نکند. وقت بسیار نداری. با من یاد نده که چیکار کنم.
با من غیری پرویز کسی فرما نمیدهد، فهمیدی؟ اوی برادر 1 ساعت باز گرن کردی، گفتم که در اینجا این خیل آدم نیست. خدایا دیگر زنگ نزن. اوی خواهر جان، از زمانی که رفتی این تلفن خاموش نبود. شریف است میگوید ولی گپ رو نمیفهمد. این چیزها رو به من ده. با فکرم خسته شده ای، من حالا چای دم میکنم. دادرم اکاد می آید. صبر کن شیر بچه، صبر کن ایاز. چی کار میکنی؟ دور ایستا، یک طرف. این را گیر. با خود بیا ایازی بدبخت. با خود بیا زود، با خود بیا. با خود بیا حیوان. حجت ها را در کجا پنهان میکنه؟ گپ زن، زود بگو. جناب این میمیرد، توب نمیآورد. اومدم دادرم، اومدم. گپ زن نابکار، گپ زن. این خیل نمیشود. سلاح را بماندی. عجلت آمده است. پدرت هم با تیر من مرده بود و حالا تو هم میموری سگ. جانان خوب هستی؟ حس میکنم که چی کاری بدی میشود. از برای خدا زودتر راه، التماس. خوب، خواطر نشو. پران آتش کشا و مثل گاو نگاه نکرده به من سلاح دهید. یا بسم الله. یگید